بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حدود 6 یا 7 سال که من این پیج راه اندازی کردم، دوستان زیادی سوال کردن طی این سالها که شما کی هستین. من خواستم این معرفی رو بذارم برای روی روز خیلی مهم توی زندگی خودم. من یه آدمی بودم که مثل خیلی از جوانای دیگه که از دین زده شده بودن و علاقه‌ای به دین نداشتن و بیشتر دوست داشتن به خوشی هایی که توی دنیا بهشون میده نزدیک باشن و استفاده کنن. من خیلی خوشی ها رو انجام دادم، خیلی کارا رو انجام دادم و خدا خواست که برگردم. خدا خودش تو قرآن میگه اونایی که من دوست دارم برشون میگردونم. خب الحمدلله فکر کنم خدا منو دوست داشت چون منو برگردوند. یک سفری رو شروع کردم، دقیقا یادم نیست تاریخشو، ولی یک روز یه اتفاقی باعث شدش که من با یه کوله کشتی شروع کنم سفر کردم. سالها این سفرم طول کشید، از ایران به ارمنستان، به گرجستان و بعد به ترکیه و همینجور سفر رو ادامه دادم تا روزی که خسته شدم میخواستم برگردم بیام ایران. و زمانی که خسته شدم و میخواستم برگردم بیام ایران یه اتفاقی افتاد که اگر دوستان خاطرشون باشه توی اخبار ارتش ترکیه یکی از هواپیماهای روسیه رو مورد هدف قرار داد و بعد از این اتفاق ترکیه تمام مرزاشو به تمام کشورهای اطراف بست و من هر مرزی رو که خواستم بیام بسته بود. با بنده خدایی هم سفر بودیم. پلیس ترکیه گفت تنها مرزی که باز سوریه است و ما اطلاعی در مورد گروه داعش نداشتیم و من گفتم که خب احتمالا من لب مرز بتونم با پاس ایرانم سوریه رو برم و اون دوستمونم گفتش که منم با پاس خودم میتونم این کشور رو برم. گفتم آره من میرم، از سوریه میرم عراق و بعد از عراق میرم ایران. این دوستم گفت من میرم سوریه و بعد از اون اردن و عربستان میخواد سفر کنه. خلاصه ما به مرز، به شهر هاتای، نزدیکترین شهر به مرز سوریه وارد شدیم و از اون به بعد وارد مرز شدیم. بر اساس نقشه نگاه کردیم که ببینیم چطور باید مسیر رو بریم که آخرین شهری که رسیدیم، یعنی روستایی که رسیدیم لب مرز، یه روستایی بود که کاملا خالی از سکنه بود. صدای موشک رو ما میشنیدیم از اون سمت کوها. دوستم و همسفرم به من گفت که صدای چیه؟ گفتم احتمالا صدای معدنی جاییه. ما همینجور به مسیرمون ادامه دادیم، دیدیم نه ماشینی هست نه آدمی هست نه هیچ کس نیست اونجا که بتونیم ازش سوال کنیم که مسیرمون رو درست داریم میریم یا نه. رسیدیم به مرز ترکیه به سوریه، کسی اونجا نبود و زمانی که به این مرز رسیدیم اومدیم دفتر مرز رو رد کنیم که یه آقایی گفت شما اینجا چیکار میکنیم؟ گفتیم داریم میریم سمت سوریه، مشکلی هم نداریم، پاسمون رو مهر بزنیم ما بریم. گفت اونور داعش هست. ما گفتیم داعش چیه؟ دوربین رو داد دستمون، مرز سوریه دست داعش بود و ما یک سری آدمایی رو دیدیم که ریشای خیلی بلند داشتن و هیکلای خیلی بزرگ که توی مرز سوریه بودن، یعنی مرز سوریه دست اونها بود. پلیس گفتش که شما باید برگردین. گفتیم خب با این وضعیتی که داری تعریف میکنید نمیتونیم برگردیم. بعد گفت ما شب شیفتمون عوض میشه، با من برگردیم. وقتی که برگشتیم ما رو بردن اداره پلیس چک کرد، مدارکمون رو دید، هیچ مشکلی نداریم. شب حدوداً ساعتهای 1 تا 2 بود.
ما 2 نفر رو بردن توی یه مجتمع طوری بود، یک جایی که آپارتمانی بودش، 4 طبقه ساختمون بود و ساختمون خیلی بزرگی بود با یه حیاط خیلی بزرگ و دیوارهای خیلی بلند، نزدیک شهر هاتای. برگشتن گفتن تو ایرانی هستی باید بری داخل، اینم که با تو همسفر هست باید بره. و اونو ولش کردن ساعت 2 شب توی خیابون و منو بردن داخل که رسیدم تمام کوله پشتیمو چک کردن، هرچی که داشتم از توش برداشتن و گفتم برو. گفتم اینجا کجاست؟ گفتن شما کاریت نباشه. با بدترین برخورد منو وارد اون ساختمون کردن. وقتی وارد شدن طبقه اولش خانوم بودن و طبقه دوم آقایون بودن که به 2 گروه تقسیم می شدن، سمت چپ و سمت راست، که منو بردن سمت چپ. زمانی که وارد اونجا شدم یه جایی بود مثل زندان، ولی خب خیلی شرایطش با زندان متفاوت بود، چون هر روز صبح اینا آموزش‌های مختلفی رو پایین ساختمون توی اون حیاط داشتن. هر وقت اراده میکردم میرفتم پایین و اون پایین خانمایی بودن که برای برقرار کردن ارتباط با اینا اومده بودن. برخیشون خانومشون بودن، حالا اینا میگفتن خانوممون، بعضیاشون هم نبودن. من اونجا که وارد شدم اتفاق جالبی افتاد، چون اونجا تنها کسی که ایرانی بود من بودم و وقتی که وارد شدم منو وارد یه اتاقی کردن. شماره اتاقم هم 11 بود، 6 تا تخت داشت، 6 تا تخت فلزی داشت و من تنها بودم تو اون اتاق. نفر اولی که اومد از من پرسید، گفت تو کجایی هستی؟ گفتم ایرانی. گفت شیعه ای؟ گفتم بله. اشتباه نبود، ولی باعث شد که من ثانیه به ثانیه زندگیم تو اون محل احساس مرگ کنم. خب اتفاقی که افتاد خیلی اتفاق وحشتناکی برای من توی زندگیم بود. سالها این داستان رو برای کسی بازگو نکردم، برای بعضی از آدم ها تک و توک تعریفش کردم، ولی امروز خواستم که با نزدیک شدن به سالگردش کاملا این ماجرا رو تعریف کنم. تا اون روز من نماز خوندن رو بلد بودم، ولی خب هیچ وقت نخوندم نمازم. وقتی که وارد اونجا شدم و اینا متوجه شدن که من ایرانی هستم و شیعه، شروع کردن کتک زدن من و از همه اتاقا که حدوداً 10 تا اتاق بود و تو هر اتاقی نزدیک 6 نفر آدم بودن، اینها می اومدن داخل اتاق و منو کتک می زدن. روز دوم 2 تا افریقایی خیلی بزرگ که من به اونا میگفتم فرشته سیاه وارد اتاق من شدن و گفتن که ما از این بعد اینجا پیش تو میمونیم. داستانشون رو پرسیدم که شما 2 تا چرا مراقب منین؟ شما هم مثل همونایین، چرا شما مراقب منین؟ 2 تا داستان قشنگ رو گفتن. هر دوشون جز سربازای داعش بودن توی سوریه و هر دوشون یک اتفاق براشون افتاده بود. یکیشون گفته زمانی که میخواستم سر یه دختر بچه‌ای رو بزنم، گفت یا علی. وقتی کلمه یا علی رو من شنیدم بدنم لرزید و نتونستم اون دختر رو بکشم. برگشتم بهش گفتم که علی علی علی، 3 بار تکرار کردم علی و گفتم برو. اون یکی هم دقیقا همین داستان رو با یه پسری براش اتفاق افتاد و توی منطقه دیگه ای توی سوریه که میخواست سر یه پسر کوچیکی رو ببره و اون هم همین کلمه رو بهش گفته بود و هر دوشون برگشتن سر گردانشون و حالا اون چند نفری که داخل گردان بودن رو کشتن و اونا هم برگشته بودن داخل ترکیه و مثل من داخل اون ساختمون شده بودن. گفتم اینا که اینجا هستن کیان؟ گفت اینا کسایی هستن که اومدن آموزش ببینن
تا به گروه داعش بپیوندن. گفتم خب الان اینا مشکلشون با من چیه؟ چون من اصلا نمیدونستم داعش چیه. گفتن که شما شیعه این و کافرین و شما اینجا به عنوان یه طعمه این که با شما اینا رو امتحان کنن. گفتم خب مثلا کاری نکردم، من پاسپورتم مشکلی نداشته، خودم مشکلی نداشتم، کار اشتباهی نکردم. گفت مهم اینه که توی ایرانی و کسی هم ازت خبر نداره. گفتم من فردا به سفارت زنگ میزنم. گفت از اینجا شما تماسی نمیتونین بگیرین و این باعث شدش که من تو اون اتاق چندین ماه بمونم با مشکلات زیاد. ولی اون روز تصمیم گرفتم که اگر قراره بمیرم به اسم امام علی بمیرم، به اسم شیعه امام علی بمیرم. فردا صبحش بلند شدم رفتم یه اتاق بزرگی بودش که به عنوان نمازخونه بود، نماز صبح خوندم. وقتی که نمازم تموم شده برگشتم دیدم همه آدمایی که توی اون قسمت از اون آپارتمان بودن تماما پشت در نمازخونه وایساده بودن و من نمیدونستم چرا اینا داخل نشده بودن. تنها چیزی که دیدم این 2 نفر سیاه‌پوست افریقایی اومدن سمت منو اسکورت کردن بردم بیرون. البته یه چند تا مشت لغت هم خوردم. بعد گفتم چرا اینجوری شد؟ گفت تو اومدی اونجا که نماز بخونی، مثل شیعیان داری نماز میخونی، از نظر اینا تو نجسی و اونا دیگه اونجا نمیتونن نماز بخونن. و واقعا هم اونا نخوندم نمازشون اون روز تا نماز ظهر. و من گفتن از این بعد نمازتو اینجا بخون. گفتم نه، من که قراره بمیرم و به اسم شیعه علی قراره بمیرم. خب بذار به اسم شیعه علی بمیرم. نماز خوندنم هم مثل شیعیان میکنن، من که قراره بمیرم. هرچی گفتم نه. نماز ظهر رو که رفتم دیدم کل موکت اونجا رو رفتن شستن عوض کردن و تیکه تیکه موکت های اتاقارشون رو برشتن آوردن برای نماز خوندن. و این دفعه من رفتم آخر صف شروع کردم نماز خوندن، نه به جماعت، به فرادا. و همونجا وسط نماز دوباره یکی از این دوستای هم اتاقی من اومدن منو آوردن بیرون. گفتن نخون نمازتو اینجا نخون، اینا متنفرن از تو. و بعد همه اونا اومدن دم اتاق و شروع کردن داد و بیداد کردن. من عربی نمیدونستم، روسی هم نمیدونستم. اینا اکثرا روس و عرب بودن و روسای چچن بودن. عرب هم عربای افریقای شمالی بودن. این 2 نفر منو مجبور کردن اونجا نماز بخونم و هیچ وقت یادم نمیره که اتاق من یه اتاقی بودش که همه اتاقا اینجوری بود. یک سمتش به بالکنی بود که بالکنی سراسری بود، یک سمتش هم که خب در اتاق بودش که به راهرو بود. من شبا هیچ وقت نمیتونستم بخوابم. درسته که این 2 افریقایی به من یه چاقوی خیلی بزرگ داده بودن که اگر اتفاقی افتاد از خودم دفاع کنم، ولی خب از ترس نمیتونستم بخوابم و اینا مثل کفتار دور من میچرخیدن و من راحت اینا رو از پشت در میدیدم و از بالکنی هم که کاملا شیشه بود و میدیدم. خیلی وحشتناک بود چون میدونستم با لحظه خوابیدن همه چی تموم میشه. و روزها خیالم راحت بود، روزها میخوابیدم چون این 2 نفر اونجا بودن. بعد از حدود 1 هفته که اینا شروع کردن به ادرار توی غذاهام، اذیت و آزار داخل همون، یک سری گویای گرد درست میکردن، دور تا دورشو تیغ میذاشتن، از بالای همون پرت میکردن به من بخوره که خب خدا میخواستش و هیچ وقت به من نخورد. توی راه رو نمیتونستم راه برم و فقط توی بالکنی اینا رو میدیدم که داخل حیاط آموزش میدیدن. تنها رفیقم کسی نبود به غیر از ستاره ها و ماه که باهاشون صحبت میکردم و تنها چیزی که بود میگفتم آقا اگر منو نجات بدی هر کاری بگی میکنم.
آقا این 2 نفر رو نجات دادی از مرگ، اون دختر و پسر رو از مرگ نجات دادی، اگر منم از مرگ نجات بدی من همه کار برات میکنم. هر روز دعام همین بود. بعد از 1 هفته این دوستان منو آوردن برای صحبت کردن که با هم صحبت کنیم در مورد دین، که تو چرا دینت اینجوریه، که تو چرا شیعی. به این 2 نفر که هم اتاقی من بودن گفتم من هیچی نمیدونم. گفتم ببین اگر بری شاید بتونی آروم ترشون کنی، ولی اگر نری مطمئناً اینا نابودت میکنن. روز اول با این 2 نفر رفتیم توی یکی از اتاق شماره 17. وارد اتاق شدیم و همه این دوستان اونجا نشسته بودن. مترجم من افریقایی ها بودن. سوالهای خیلی زیادی کردن از نوع نماز خوندن، از نوع اعتقادات. سوالهای زیادی کردن. حدود 5 ساعت طول کشید این صحبتامون. وقتی اومدیم تو اتاق این 2 افریقایی به من گفتن که تو که همه چی میدونستی. گفتم به خدا هیچی نمیدونم. هر چی که میدونستم همونجا بود، نمیدونم چه جوری اینا میومد. و خیلی سوالای زیادی رو من جواب دادم بدون اینکه علمی داشته باشم. حتی اگر 1 کدوم از اون کلمات رو شنیده باشم میگم شنیده بودم، ولی هیچ کدوم رو نشنیده بودم. اینا یکم آرومتر با من شدن، با من دوست شدن، خیلی مهربونتر شده بودن. هفته 3 دوباره همچین رویدادی اتفاق افتاد. دوباره سوالای خیلی زیادتر و دیدم سوالاشون رو نوشته بودن. خیلی سوال نوشته بودم، حدوداً 7 تا 8 ساعت طول کشید سوال جوابشون. دوباره با همین 2 رفتیم و دوباره برگشتیم و گفتن تو همه چی میدونی، چرا میگی من هیچی نمیدونم؟ گفتم به خدا من هیچی نمیدونم. گفتن تو کی هستی؟ گفتم من یه آدم عادیم که هیچ وقت علاقه ای نداشتم که نماز بخونم، هیچ وقت علاقه ای نداشتم که قرآن بخونم. گفتن که خب پس چجوری اینا رو میدونی؟ گفتم نمیدونم. همین الان از من سوال کنین من هیچ کدوم از اون جوابا رو نمیتونم بهتون بدم. گذشت و 1 ماه خورده‌ای گذشت، روند همین جوری بود و توی راه رو این بر اون بر سوالای زیادی میکردن، منم جواب میدادم، نمیدونم چی بود جواب میدادم، ولی همچنان نمازم تو اتاق بود و همچنان خیلی از اونها منو قبول نداشت و منو مورد آزار و اذیت قرار میدادن. تا اینکه یک روز رئیس گروه چچنیا یک اتفاقی برای صورتش افتاده بود، پوست صورتش تاول قرمز زده بود، اینطوری که نشون میداد خیلی میسوخت. زمانی که من تو سفر بودم کسانی که تو سفر بودن از گیاها دارو درست میکردن برای انواع و اقسام مریضی از گیاهایی که تو طبیعت بود. یه دختر چینی دارویی رو به من داده بود که هر وقت تاول زدم، چون سفر من پیاده بود و اصلا سفر عادی نبود، گفت هر جایی که تاول زدی این خمیر رو بمال بهش. منم اون خمیر رو از سکول پشتیم در آوردم دادم بهش، بهش گفتم بزن اینو بزن خوب میشه. بعد اون بنده خدا اول اون بسته رو پرت کرد تو صورتم و دفعه دوم برداشتم از زمین بهش دادم. زمانی که بهش دادم اومدم بیرون که دیگه چشم تو چشش نیفته، اومدم بیرون. زد، بعد از 2 روز صورتش خوب شد و با من دوست شد. همه با من خوب شده بودن به غیر از 2 نفر که به گفته بودن که ما منتظریم اینو یه جا تنها پیداش کنیم. و شب ساعت 3 شب روز 20 آذر ماه پلیس اومد منو صدا کرد. گفتم چی شده؟ گفتم باید با تمام وسیله‌هات بیای. چشمامو بستن، دستامو بستن، یه کیسه سرم کردن و سوار ماشینم کردن. نمیدونم کجا بردن، ولی
وقتی کیسه رو برداشتم من داخل ماشین بودم و اون 2 نفری که با من مشکل داشتن هم تو ماشین بودن. من بغل دستم بغل شیشه یه دونه از این چکش شیشه بود که تنها چیزی که میدونستم میتونم از خودم دفاع کنم در مقابل 4 تا پلیس. ماشین یک ماشین ون بود، 2 تا پلیس جلو بودن، 2 تا پلیس عقب من بودم و اون 2 نفر دیگه. 2 نفر پیاده شدن، 4 تا پلیس دیگه سوار شدن. چشمامو بستن. وقتی چشمامو باز کردن روز شده بود و من وقتی دیدم فرودگاه هاتای هست. با 3 تا پلیس رفتیم فرودگاه هاتای و سوار هواپیمای استانبول شدیم. هواپیمای استانبول وقتی که رسیدیم به استانبول شب پرواز تهران بود، با یک پلیس اونجا بودم. هرچی بهش میگفتم من دارم کجا میرم، گفتن تو کاریت نباشه، برو فقط پاسپورتتو بده. گفتم خب تایم من گذشته، من باید دیپورت بشم. گفتن نه تو نگران اوناش نباش. زمانی که پاسمو دادم برای خروج مهر قرمز نخورد و دیپورت نشدم، در صورتی که تایمم خیلی بیشتر از تایمی بودش که باید توی ترکیه می بودم. و پلیس تا دم در هواپیمای ایران اومد و من تا زمانی که ایرانی‌ها رو ندیدم مطمئن نبودم. گفتم این یه پلن دیگه است که برام چیدن. حتی تو هواپیما هم زمانی که ایرانی‌ها صداشون رو میشنیدم میفهمیدم که ایرانیان. گفتم نه این یه پلن دیگه است، اینا میخوام بکشنم. خیلی وحشت داشتم تا وقتی که رسیدم به فرودگاه امام. در هواپیما باز شد و پله‌اش اومد پایین. خنده‌دار بود چون من رسیدم فقط زمین رو بوسیدم. خیلی ها مسخرم کردن، گفتم مثلا چیه، ولی من مطمئن شدم که تو فرودگاه امامم و گریه میکردم وقتی رسیدم فرودگاه امام. اون روز 21 آذر سال 1394 بود، روز شهادت آقا امام رضا. روزی که تصمیم گرفتم عهدی که با آقا امیرالمؤمنین رو اونجا بسته بودم که جونم رو نجات بده عملی کنم. و چقدر قشنگ بود که اون روز شهادت آقا امام رضا بود. من ساکن جزیره کیش بودم، هیچ وقت یادم نمیره چون زندگیم کلا نابود شده بود. به صفر مطلق رسیده بودم و باید از صفر شروع میکردم و این بود که من تمام تلاشمو کردم تا دین اسلام واقعی رو یاد بگیرم، از قرآن و روایت های واقعی، از کتابخونه های نسخ خطی، کتابخونه های مرعشی نجفی، کتابخونه مجلس، کتابخونه آستان قدس، تا بتونم عهدی که با آقا امیرالمؤمنین بستم رو عملی کنم. یا علی.